و یک چیزی دیگر اینجا داملو، در بعضی مسجدها در منطقه‌های گوناگون دولت‌ها، یعنی که در اروپا بعضا میشود که بعد از نماز ویتر دست بالا میکنند و دعا میخونند. امام مسجد دعا میخواند و دیگران آمین میگویند. و حالت‌های میشود که بعد از نماز بامداد نیست دست بالا میکنند و دعا میکنند. و این هم در شریعت اسلام جا دارد؟ این گناه هم میشود؟ این قنوت است بعد نماز ویتر در رکعت سوم، بعد اینکه سوره فاتحه و سوره اخلاص را جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوانه رکوع میکردن. وقتی که از رکوع میخیستن دعا میکردن و امام وقتی که دعا میکند مأموم ها اقتدا کننده ها باید آمین بگویند. و این بسیار عبادت خوب است دعا، علال خصوص در این موضعی که دعای جماعوی هست و از جانب شریعت اجازت آمدگی هست. و پیامبر صلی الله علیه و سلم زنهایی که عادت ماهانه دارند به روز عید بیایند گفتند ولی یشهدن الخیر و دعوت المسلمین، بگذار اگرچه ناپاک هستند بیایند به نمازگاه دعای خیر مسلمان ها را شاهد شوند. بنابراین اشتراک کردن در این دعا خیر است. اما یعنی در بامداد هم در ویتر گفتم بامداد نه همه وقت میخوانند، در حالتهای مصیبت، در حالتهای بلاهای عاموی مانند زلزله یا یگان جنگ یا یگان مصیبت یا بیماری، یک بیماری عمومی اگر بر سری مردم یک بلای کلان بیاید، در همین حالت دعای قنوت چخیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک ماه در حق قبیله رعل و ذکوان دعای بد کردن. یک ماه قنوت میخواندن. یعنی قنوت بعد اینکه از رکوع میخیزید پیش از آن که به سجده روید دعا میکنید، یعنی این مشروع است. لیکن همه وقت در نماز بامداد خوانده نمیشود، فقط در حالتهای ضرورت، در حالتهای آمدن بلا یا در حالتهای مشکلی های عام. داملو درباره باز فایده، چگونه فایده دارد دعا کردن؟ یعنی از دعا کردن چی فایده انسان میگیرد؟ دعا فایده محض دارد، یعنی 100% دعا فایده دارد. هر چیزی که بنده طلب میکند پیامبر صلی الله علیه و سلم که الله تعالی عین آن را میدهد یا بر عوض آن میدهد یا اینکه مثل آن اجر میدهد. عین آن را میدهد به این معنا که یک انسان اگر از الله تعالی 1000 دینار پول پرسید مثلا 1000 دینار میدهد، یا اینکه به مقدار 1000 دینار یا زیاده از این باید به او مفلسی میرسید، باید مشکلی می آمد، باید مثلا اگر مصیبت بیاید یک به صرف و خراجاتی که به مثلا به طبابتش میکنید یا به دیگر کارها میکنید از این هم زیاد میشد، همون قدر بلا رو یا دور میکند یا اینکه روز قیامت الله سبحانه و تعالی با حکمت خود همین دعا را قبول نمیکند، برای اینکه همین دعا شاید بر ضرری همین انسان است. خیلی که بعضی علما ذکر کردن که یک انسان شب و روز فرزند نداشته است، دعا میکرده از الله تعالی که برایش پسر دهد. بله. وقتی که الله سبحانه و تعالی پسر میدهد و اون پسر همیشه شبها در گناه و در کوچه ها به مردم ظلم میکرد و مردم بر سرش شکایت کرده میآمد، بعد اون پدرش گفته است که پروردگار من از تو برای خودم بلا پرسیدم کو. یعنی گاه می شود که الله تعالی دعای شما رو اجابت نمیکند برای آنکه انا همون پرسیدگی شما بر ضرر شما می شود. از حکمت الله تعالی که همون چیزی پرسیدتون رو نمیده. اگر همون چیزی پرسیدتون رو میداد شاید شما به کجروی میرفتید یا گمراهی میرفتید یا گناهکاری الله تعالی رو میکردید. بنابراین الله تعالی ذات حکیم است. این همون قصه های سوره کهف نیز به همین مانند است، یعنی صحبت موسی علیه السلام با خضر. با این فکر میکنم که همین حکمت های پوشیده هست که اینا بنده شاید ندارد. گاه الله تعالی نعمت خود را با لباس بلا میدهد، در لباس بلا میدهد، لیکن برای بنده خیر است، نعمت است.
بنده وقتی که بر سرش مصیبت آمد، مشکلی آمد، دعای او، تضرع او، توجهی او به الله تعالی دیگر می شود. اگر همیشه شما غم نداشته باشید، غصه نداشته باشید، مصیبت نداشته باشید، مشکلی نداشته باشید، همیشه خورد و خوراک، همیشه همه چیز فراوان باشد، شما با قلب یک غفلت دعا کنید میکنید نمیکنید. غالبا طبیعت انسانی رآه استغنا، وقتی که انسان دید که بی حاجت شده است دیگه طغیان میکنه، از حدود آدمی میبراید. وقتی که بر سرش مصیبت می آید بنده به الله تعالی توجه میکند. بنابراین الله تعالی دوست میدارد که آواز بنده اش را شنود. بنده طبیعتا همین خیل یک مخلوقی است که اگر به حال خودش ماند به نیکی ها شکرانه نمی کند. و قلیل من عبادی الشکور. الله تعالی میگوید که بنده های شکرگوی من به نهایت کم است. میگوید الله تعالی از مهربانیش و از محبتش بر سری بنده مصیبت میدهد تا اینکه آنها به سوی الله تعالی برگردند. اگر فقط نعمت را دهد آنها از راه الله تعالی دور میروند. بنابراین الله تعالی مصیبت میدهد تا اینکه برگردند دعا کنند. و دعا هم صفتش فرق میکند از حالتی آن آدمی که هیچ مشکلی ندارد، غم و غصه ندارد، یا همین حالت ها میشد. از آن آدمی که در عین مصیبت است. دعای او بسیار با یک قوت و شدت، چخیلی که مثلا تیری کمان اگر سختتر کشیده سرتت چخیل دورتر میرد و خالی سرتت به کجا میرد، همین گونه دعاش هم یعنی یک قوت دارد. من اگر شما باز درست‌تر میکردید در خاطر داشتم که در وقت مشکلی انسان طلب دعا را مانند که شما گفتید شبها میخیزد، است به نماز تهجد بیدار میشود و دیگر از الله تعالی برای رها کردن آن مشکلی دعا میکند، گریه میکند. اما باز در قرآن نیز بعضی آیات های قرآن ترجمه معنایش این گونه بود که در حالت مشکلی از الله تعالی میپرسند، اما در بعضی حالت هایی که از مشکلی که بر آمدند دیگر فراموش میکنند. در حال و اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. وقتی که مشرک های عرب به الله تعالی شریک می آوردند، لیکن آنها به الله تعالی هم ایمان داشتند، الله تعالی رو هم دوست می داشتند، از الله تعالی هم پرستش میکرد، نسبت الله تعالی سخن ناحق نمی گفتند، الله تعالی رو دوست می داشتند، لیکن با همراهی الله تعالی بت ها رو هم پرستش میکردند. میگفتن که برای چی اینها رو پرستش میکنید؟ میگفتن که اینها مثلا از لای آفریده شده است، از سنگ آفریده شده است، خداشان ساخته، از چوب ساخته شده است، اینها گناه ندارد. اینها گناه که نداره، اینها مخلوقات الله تعالی است. ما اینها رو عبادت میکنیم تا اینکه اینها ما رو به الله تعالی یعنی نزدیک کند. ما که گناهگار هستیم، اینها بیگناه هستن، ما رو نزدیک میکنه. اینها رو هم با همون مقصد عبادت میکردن که به الله نزدیک شوند، لیکن اینها مشرک حساب شدند و پیامبر صلی الله علیه و سلم تا آخری حیاتشون با اینها یعنی دشمن بودن، جنگ کردند، دعوت کردند که اسلام قبول کردند و اینها با یک الله تعالی رو فقط پروردگار عالم دانستنشان مسلمان شماریده نشدند، برای آنکه شریک می‌آوردند. الله تعالی آنها رو نقل کرد که فیدا رکبوا فی الفلک، وقتی که به کشتی می نشستند طوفان میشد، دعوا الله مخلصین له الدین، خالص الله تعالی رو عبادت میکردند. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از آنها رو پرسیدند که کم اله تعبد، چند الهی رو پرستش میکنی؟ گفت که 7 تا، 6 تا در زمین، 1 تا در آسمان. در چخیل گفت که در حالتهای تینجی امانی این 6 تایی که در زمین رو میپرسم، در حالتهای تنگی آنی که در آسمان است آن رو میپرسم. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگه این 6 را ترک کنو، از آنی که در آسمان است از آن بپرس. گفتم خیلی خوب.